شاید برادر جان تو نتونی شرایطت نرسه، میدونم که تام برادر غریبی شرایطت نمیرسه که برادر کاری خیره پروست استوب که یک تا لایک بجق نوره در استوری ایمود واتساپ پدلیتسه که شاید برادر تو صاحب کار باشه، شاید برادر تا برادرش یگون پولدار باشه، یگون نفری باشه که میخواد که خیلی کاری خیره کنه، وقتی که همو با واسطه تو همه آدم میاد کو ثوابیتش در تام میرسه. بعدن چی سبب شد شما پیش کی رفتین که به گارانتی شما را گفتن که میتونیم در همینجا جراحی کنیم، نه که همه چیز از جانب الله میشه، یا شفا میابین یا شفا نمیابین. فقط نمره تلفن میمونیم، شاید یگون صاحب کار پیدا شوه همه کاری خیر کنه بهتر میشه. نه نمره روزگی نمیدیهن، روزی مثال آنها روزگی نمیدیهند. روزی میشه که در خونه گفته که در نیم میلیون زارش روزی هست میابی. مثال معیوب باشد با طاقت میکنه که خیلی همی شوهری ما معیوب کار نمیکنه. رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم به کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن، به کلی نفرانی که این لحظه برنامه نوی ما رو همراه اکای خالجان تماشا کردین. دوستان عزیز، بعد چند مدت باز ما روپرو صحبت میکنیم همراه اکای خال. از همه شما احترامانه خواهش میکنم با صبر تا آخر برنامه تماشا کنید و به هر یک شما خوش خبر سورپرایز هم داریم بگیم خطا نمیکنیم. من خلاص اکای خالجان یک بار دیگه سلام علیکم میکنیم مخلص صحبتی. السلام علیکم به تمام تماشابینان رحیم پروداکشن. من خال محمد حییتو از همه شما میندارم که نوارهای ما رو تماشا کرده و ما رو دستگیری کرده ایستاده. ای سلامت باشه که خالجانان اضافه سوال میتیم بلند گابزا که مردم امی آواز جرنگستی شما را گوش کنن. اکای خالجان ما پیش گفتیم که در تاجیکستان جراحی کرده نمیتونیم شما را ها این چیز یگون کس مدت گارانتی وعده یا میشوه یا نمیشوه ای خیلی گفتگی نبودن، فقط یک گپ نمیشوه خارجه نمیشوه خارجه ها. بعدن چی سبب شد شما پیش کی رفتین که به گارانتی شما را گفتن که میتونیم در همینجا جراحی کنیم، نه که همه چیز از جانب الله میشه، یا شفا میابین یا شفا نمیابین؟ دکتر قرای بالا راستم ما دیدن گفتن که ما جراحی میکنیم و که کفالت دادن که چشمان شما یا سالی میشه یا نابینا میشه. این از جانب الله است. یگان فایز گارانتی هستی؟ ما لیز میگیم ممکن شوه گو ممکن شوه ها. شما چی خلاصه اومدین، چی فکر اومدین؟ حتی نزدیکان پدر مادر اکا و دادر صحبت کردین؟ ما صحبت کردم بعد از ایدی سعید قربان بودن که میبریم جراحی میکنیم. اگر یک مبادا جراحی خوب نشوه چیکار میکنیم بعد؟ یا از تقدیم میبینیم یا یعنی انشاءالله که امید داریم. امید داریم و این قدر برادرانی که ما را تماشا کردیسن اگر که در حق شما دعا بتنه بگن خداوند شفاش بده و جراحیش خوب بگذره، ما باوری کامل دارم که دعای مظلوم غریب معیوب قبول میشوه ان شاء الله. بو در پیش اومدی ایدی سعیدی قربونای. اینا دوستان عزیز زنه چی با خلاصه اومدن که جراحی را توکل به الله مهربان کرده در همجا میگذرونه. البته با دستگیری تماشابینان. انا با دستگیری تماشابینان دوستان عزیز فقط ما یگانه گپ میگیم نمیشوه نه ان شاء الله میشوه. از صاحب کاران خواهش میکنم اگر یگان کس پیدا شوه 100% گارانتی ما را گرمانیا دادگی دولت های خارجه گرمانیا 100% گارانتی داده دوستان عزیز. برای که مبلغی که در کارت برادر جمع شد در همین بالنسا هیل نمیرسه. ما قدر مبلغی نداریم که برای گرمانیا برودن. التماس شاید یگان صاحب کاری بنانگ بناموس تاجیکستان همین چیز تماشا کنه بهترین کار میشه. خواستیم اکای خال زن بتیم دریچ هم زور مون رسید یگان دختری خوب و بهتر نیافتیم که با یکدیگر توغری بگیرن. نمیخلاص اکای خال جان زنگا بسیار شد دخترها بسیار شده، همه از روی هوا و هوس از روی ممکن یک روزه دو روزه ای گپا گفته باشن. برای که اونها همه سالم بودن، دو سه نفر زن سالم. انا شما نمیخواین که قطعی سالم بودن زندگی برپا کنید، چون که میدونه که سالم قطعی شما او عمر دراز زندگی نمیکنه. ولی هر دیپ زندگی هست. یک روزی میشه که در خونه گفته که در نیم میلیون زارش روزی هست میابی. مثال معیوب باشد با طاقت میکنه که خیلی همی شوهری ما معیوب کار نمیکنه، مثال یا محتاج خیلی یگان جا فقط پیدا میشنگیش طاقت میکنه. برای همه یگانه مقصد شما هم یگان کس باشه که یگان عضوی تنش کمبودی داشته باشه، مثال یگان چیزی باشه که بر انمی شما طلبات جوابگو باشه مقصد ها؟ همین خیلی میشه خیلی باشه با خوبتره. خیلی مثال کمبودی نقصان ولادت باشه که هم فهم از زندگی را این زندگی پوزیشن است. مثال این روز گیریم فقط با برده پرسیم. برای همون یک بار معنی داره یک باری حلال کردن در کار زندگی را.
همین زندگی بخت یاوره انشالله باوری کامل دارم که نوروی مرا همه شهر بچه‌ها تماشا میکنن و این نوروی اکای خالجان از همه شما احترام خواهش میکنیم همین قدر نفری که در افیرین یک بار استاپ کنین لایک بزنین یک کامنتر بنویسین که اکای خالجان خدمات شفای کامل بده شاید از بین انمی صدها دعا یک دعای شما قبول شه همین خلاصه اکای خالجان البته ما هم در نمازان دعا میکنیم کسانی که دستگیر کرد تا حالا مثال دستگیران که زنگ زده احوال پرسی میکنن اون کسانی می ندارن که مثال یک سخنی خوب میگه با زندگی دلگرم میشه بعد یگان نفرانی که سخنای بد بگن که خود من خودم که کمیتر خونده میتونم چند کسا خوندم میتونم که در این کمیتر بسیار سخنای بعضی مادران بعضی خواهران سخنای ناسازی کردن از جانب یگان نفر زنگ تلفنی سخنای بد نشیده یکی خیلی باور نمیکنه که مثال تعاملی تی مثال صحبت که من میگم من سالی من فقط همین رو هم خیلی چشم من خیلی دیگه دهان گوشه بینین همه گوشان شنوا مثال گاو زدن یگان جای دیگر هم کمبودی نداره نه این بعضیش باور نمیکنن بعضیش خیلی میگن خداوند مهربونه درده که داشت شفاشم میکنه تا قل کنی یعنی همدردی میکنن ولی زندگی دلگرم میکنه خیلی همش خوب میشه یعنی در آخر اکای خالجان ما با مردم و تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن چی بگیم که جراح شما را انشاءالله بعد عید قربان انتظار شوند البته بعد و دوستان عزیز انشاءالله که با ما برای جراحی بردنشان نوار میکنیم یک روز پیش از جراحی کردنش التماس خواهش میکنم شاید برادر جان نتونی شرایطت نرسم میدونم که تام برادر غریبی شرایطت نمیرسنه که برادر کاری خیره پروست استوب که یک تا لایک بجق نوار در استوری ایمود واتساپ پدلیڅه که شاید برادر تو صاحب کار باشه شاید برادر تا برادرش یگون پولدار باشه یگون نفری باشه که میخواد که انم خیلی کاری خیره کنه وقتی که همو با واسطه تا همه آدم میوکو ثوابیتش در تام میرسه سبب لایک موندن و پدلیڅه کردن گفتن ما در همه که همه کاری اکا خوب شوه وقتی که در گرمن دیگر دولت برای ما 100% باوری داریم حتی روش هم جراحی میشه پلاستیک چتی میشه همش میکنن فکر کنن که یک اویله دیگر خوشبخت میشه یک پدر و مادری که از خورده تغازی را کلان کردگیان حتی عمرشون او قدری هم که نموندن هرچند که هممون میرنده ایم هر روز برای اکای خالجان غمگین میشم که نگاه کنه که فرزند ما تا حال زندگی خوب نداره اولادور شدگی نیست همین را گفتیم در آخر یک دعای برادران اکای خالجان دومان از تمام پدران مادران برادران خواهش میکنم که همین مثال فرزنداشون مثال فرزندی معیوب دارن مثال نقصان های کمتر از من یکی رازیگی نمیدیهن روز مثال آنها رازیگی نمیدیهند و دختراش مثال چی احساس رفته ایستادن خیلی همه ما بنده خدای این روز هستیم فردا نیستیم برام خواهش میکنم که یک پدران بود در اینجا یک دو جا رفتیم و پدرشون راضی نشیدن دخترها خودشون راضی نشیدن نقصان داشتن ما مثال میگن اوباری نقصان نداریم من خواهش میکنم که مثال هم خیلی دختران نگن عمری خودشون گذرشون شده است ما اگر 70 هم 80 سال امروز هستیم فردا نیستیم لیکن خواهش میکنم که مثال راضی شونده هم دخترانشون پدر و مادرانشون بله یعنی برای اولادور شدن شاید یگان نفر دیگر هم باشین التماس که اکای خال از اول تا آخر در فکر زن خیر برای همه زندگی خوب دنیا اومدن بله مرد به زن نمیشه زن به مرد بله برای آدم خداوند زن آفرید بله یعنی یگان نفر باشه اولی ما وقت داریم که زندگی شما را خوب کنیم اولی برپا کنیم نه شما بنده با امید شیطان امید دوستان عزیز همه کسا انشالله در حقش دعا میکنیم یگان کس باشه مرحمت بهترین کار میشه اکای خالجان در یک دعای خیر بخوام دستگیر که الهی آمین در این روزی چهارشنبه مبارک آن برادران آن مهاجران آن مسافرانی که در سخت سال به منزل‌های خود بود با پیش پدر و زن و فرزند خود با خانواده خود برگرد آن برادرانی که دستگیر کرده تا حالا چه خیر و صدقه خداوند خیر و صدقه که کردگیشون بادگار قبول دولت شد خاک گیران زر کرده سای میلیون ها میلیون سامشامین الله اکبر دوستان عزیز ما نوار نکردیم که کرته اکای خال محمد پول بگذارونین فقط نمره تلفن هم میمونیم شاید یگان صاحب کار پیدا شوه همین کاری خیر کنه بهتر میشه نمره اکای خالجان در زیر ویدیو هست